سلام بینندگان ارجمند، شما را بعد دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز جمعه 25 ایول است. همکاران ما در تاجیکستان و پراگ مهمترین خبرهای روز را برای شما آماده کردند و حالا توجه کنید به عنوان موضوعهای این نشر. شهرداری کانی بادام میگوید تاجیکستانی های مسئول سلسله کشتارهای پارساله به حبس ابد محکوم شدند. جستجوی دو شهروندی جمهوری همسایه که در این کشتارها گمانبر میشوند دوام دارد. برای دستگیر کردن آنها مقامات سالادار جمهوری قزاقستان چهارگانه اپراتیو جستجوی خود را گزارده شد. پول نباشد برق هم نمیشود. اداره مالیه کولا به مرکز اپیدمیولوژی این شهر سبب نبود نیروی برق را شرح داد. تمام چیزی آپاراتوری که مثلا اون استفاده میبرن خرد درآمد میگیرن برای سولاسیون ما ایسوی برق درو برق مبلغ نمیشون. و چگونه می شود از استرس و بغض و ناراحتی رها شد؟ در امریکا یک محفل فریادزنی های گروهی تأسیس شده است که برای رهایی از فشار عصب و دلخوری ها کمک می کند. با باور من فریادزنی یک راه بسیار سالم دلخوری کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود. و از کانی بادام شروع میکنیم. با قرار دادگاه اجرا کنندگان سلسله کشتارهای مرموز و وحشیانه در کانی بادام که سال گذشته نه تنها ساکنان این شهر بلکه تمام جمهوری را وحشت زده کرده بودند به حبس ابد محکوم گردیدند. در این باره رئیس شهری کانی بادام دوران زاهدزاده امروز در نشست خبری نقشویش به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همکارمان فرزان محمدی که در این نشست حضور داشت گزارش می‌دهد که جستجوی خارجیان دست داشته در این کشتارها هنوز ادامه دارد. مسئله کشتارهای پای در هم. دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی بادام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان این شهر اطلاع داد. آخر ماه دکبر سال 2024 4 نفر ساکنان شهر کانی بادام را مقامات انتظامی بازداشت کرده بود و طول این 7 ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمیشد. دادستانی کل تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که صالح جان خدایبردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادلف و بختیار روشنف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی بادام دستگیر کرد. 4 نفری که شما گفتید نامبر کردید برای صادر نمودن جنایت‌های کشتار گناهکار دانسته شده است. نسبتشان جزای 1 عمر محروم ساختن از آزادی تطبیق کرده شده است. البته شما طریق من رسانه‌های اخباری عامه از حسابی من اخباراتایی که مقامات‌های حفظی و خوددادگی برخوردار هستید همین چیزی از من گفته میتوانم خلاصان معلوماتی که در دست ما هست. بمباران شهروندان جمهوری تاجیکستان ستارов مراد. در ادامه گفته‌های رئیس شهری کانی بادام نماینده شعبه کارهای داخلی این شهر گفت که تنها نسبت حکم حبس ابد گرفتن صالح جان خدایبردیف، احد جان تختایف، بختیار روشنف و مراد ستارов معلومات دارد ولی درباره تقدیر پرونده منوچهر عادلف اطلاع ندارند. همچنین گفته نشد که سرکرده‌های گروه کی بودند و مقصد این عمل آنها چی بوده است. ولی با درخواست تاجیکستان در پیوند به این کشتارها 2 شهروند قرقیزستان را در پیگرد رسمی قرار دادند. وابسته به 2 نفر شهروندان جمهوری قرقیزستان تفتیشات ادامه دارد. برای دستگیر کردن آنها مقامات سالادار جمهوری قزاقستان چهارگانه اپراتیو جستجوی خود را گزارده شد. نام و نسب‌هاشون معلوم، شخصیت‌هاشون. شهروندان جمهوری قزاقستان исаев نوربولسون، مقصدبек و قطمانبек نیز از روی نقشه قبلا تجهیز نمودهشان در یک جایگاه جنایتی کشتار را صادر کردند و آنها مورد جستجوی رسمی قرار دارند. نفرانی که طبق حکم دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شدند در مجموع به کشتار 23 نفر از جمله 8 نابالغ گناهکار دانسته می شوند. قبلا پیوندان این بازداشت شدگان دست داشتن در کشتارهای پی در پی را زیر سوال و شبهه برده بودند. در حالی که مقامات انتظامی بعد از بازداشت گمانزدها در 7 ماه اخیر تفصیلاتی ندادند، بعضی از نزدیکان کشته شده ها میگویند مقامات گمانزدها را به جای حادثه آوردند و دلیل‌های شرعی را نشان دادند. پاره از چنین نوارها به شبکه‌های اجتماعی راه یافته است اما ویدیوی پاره آن دسترس نیست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی بادام بعضی از نگرانی‌ها همچنان باقی است. سنجش ماشین‌ها که از نیمه ماه دکبر سال 2024 در درآمدگاه شهر کانی بادام به راه مانده شده بود ادامه دارد.
ولی نظامیان که در خیمه‌های مخصوص به طور شبانه روزی منطقه را پاسبانی می‌کردند در اول ماه اپریل امسال به این کار خود پایان دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کنیبادام. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. سازمان ملل متحد گفت مقامات طالبان با پایمالکنی حقوق انسان راه داده شهروندان از ایران و پاکستان مجبوراً برگشته افغانستان را شکنجه و خودسرانه حبس میکنند. امسال ایران و پاکستان تقریباً 2 میلیون پناهجوی افغانستانی را زوراً به کشورشان برگردانیدند. در گروه ریسک زنان و دختران، خادمان پیشین حکومت و هم نمایندگان جامعه مدنی هستند. حالا تاجیکستان هم از آنها پیروی کرده دست به اخراج دسته جمعان پناهجویان زده است. تفصیلات از طاهر سفر. در اظهارات سازمان ملل آمده است مردم برگشته به کشور تحت خطر انتقامجویی حکومت طالبان و دیگر حالتهای پایمال کردن حقوق انسان قرار دارند، به خصوص زنان و دختران، افرادی که با حکومت پیشین و نیروهای امنیتی آن کار کردند و همچنین کارمندان مطبوعات و جامعه شهروندی. به نوشته سازمان ملل این همه پایمال کردن حقوق در بدرفتاری، حبس‌های خودسرانه و تهدید به امنیت خصوصی افاده می شوند. بنا به حساب آژانس پناهندگی سازمان ملل سال 2025 به افغانستان که وضع بشریش تا رفت بدتر می شود تا 3 میلیون نفر برمیگردند. اظهارات یونما، هیئت کمک رسانی سازمان ملل و دفتر سازمان ملل عاید به حقوق انسان بر اساس مصاحبه ها با 49 افغانستانی برگشته اساس یافته است. حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده سازمان ملل را در پهن کردن تبلیغات و آوازه ها گناهکار کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 24 ایول به فرانس پرس گفته است نفرانی که دربارش در گزارش سخن می رود می توانند به خطا راه دهند و یا مخالفان نظام باشند، در فکر تبلیغات یا پهن کردن آوازه هستند و از این خاطر یونما را با این مقصد استفاده می برند. در منطقه کولاب اگر این شب و روز کسی بیمار شد و خواست خون سپرده بفهمد که چی دردی در بدن دارد، به احتمال زیاد این کارو کرده نمیتواند، چون که بینای مرکزی بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کولاب و آزمایشگاه آن بی برق مانده است. 2 هفته زیاد شد. علتش هم این بوده است که ریاست مالیه پول برق این مؤسسه مهم طبی را نپرداخته است. چرا چنین شد و بیمارانی که باید سری وقت معالجه شوند تا دیگران را سرایت نکنند باید به کجا روند؟ محمود جان رحمتزاده وضع را از مقامات دخلداری کولاب سوال کرد. بینای مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کولاب زیاده از 2 هفته باز از قوه برق محروم است. در نتیجه تجهیزات آزمایشگاه از کار باز مانده‌اند. سبب قطع گردیدن برق سری وقت پرداخت نشدن مبلغ استفاده نیروی برق از جانب ریاست مالیه منطقه کولاب است. رهبریت مرکز چندین مرتبه به مالیه درخواست ارسال نمودند، اما تا حال جوابی مثبت نگرفتند. بیلینگی کشته 16000 سومانی پروچنی دارم در مالیه میگه پول نیست نمیگذارونش. این هم سیم کشیدیم ای مرکزی ونیمیو یا سیم کشیدیم ای مرکزی ایمونیزاسیون کار بوده سیم چیکار کنیم؟ اینا بپرسینش 16000 سوم پروچنی در بالای استولش شدگی 2 هفته برق ندارم. پرداخت مبلغ برق، آب و دیگر خدمت‌رسانی های کمونالی مؤسسه های دولتی از حساب بودجه دولت عملی می‌گردد. هر مؤسسه ها درخواست پرداخت را به مالیه ارسال می‌کنند. اما در ریاست مالیه منطقه کولاب گفتند که مبلغ برای پرداخت برق باید از صورت حساب‌های مخصوصی همان اداره اجرا شود. در وقت تهیه بودجه صورت حساب‌های مخصوص بودجه هم است، ما خاطر همین سایت تندرسی دعوامون نمی‌شود. در برق عموما در صورت مخصوص مبلغ‌های نمی‌کنند، می‌گیرند در تعمیر در دیگر خراجات وای میمونن به فایده میمونن. نگه چیزی که برای پیشبرد کارای تمام چیزی اپاراتوری که مثلا همون استفاده میبرن خرد درآمد میگیرن برای صورت ما ایسوی برق در برق مبلغ نمیشنن. حالا آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز که یکی از مهمترین بخش‌های آن به شمار می‌رود با سبب نبودن برق فعال نیست. با گفته مسئولین تجهیزات نازک آزمایشگاه در حالت بی‌برقی آسیب می‌بینند.
تجهیزاتی همین آزمایشگاه ویروسولوژی با 1 میلیون سوم در زیاد تا همه شما میدونید این قدر وای ما این قدر ریاکتیو ریاگنتایی که ای مؤسسه چی میگیریم تشکیلاتی که ما یاردم میکنن این دورو رو آسان نیست. با اطلاع مسئولین در 6 ماه اخیر به بودجه ولایت ختلان 39 میلیون سومانی کمتر مبلغ وارد شده است. در نتیجه مبلغ گذاری مؤسسه های بودجوی نیز زیر سوال رفته است. ریاست مالیه سبب تأخیر پرداخت ها را محض در همین کمبودی بودجه می‌بینند. در همین حال مسئولین مرکز بهداشتی اظهار می‌دارند که در چنین گرمای شدید سرنوشت ریاکتیو ها و آزمایشگاه های آنها نامعلوم باقی میماند. در حالی که انسان‌های زیاد در سیاره امروز فشار اقتصادی و معیشی زیاد دارند و حالت استرس و عصبانیتشان هم بالا می‌گیرد، یک مربی در امریکا راه تاثیربخش رها شدن از دلخوری و ناراحتی ها را پیدا کرده است. منی هرناندز محفل سازمان داده است که مردم خسته و عصبانی را سرجم آورده برایشان به اصطلاح برای بیرون آوردن بغض و دلسیاهی و فشار و عصبانیت یاری میکند. از کدام راه؟ از راه داد زدن، فریادزنی گروهی. این محفل چگونه کار میکند؟ از همکارم میرزا نبی خالقزاد میشنویم. اگر یک روز یکشنبه گذرتان از ساحل دریای در مرکز شهر چیکاگوی آمریکا گذشت و صدای دادزنی گروهی را شنیدید، حیران نشوید. گروهی عجیب مخصوص برای فریادزنی به اینجا آمده است. محفل فریادزنی چیکاگو آدمانی را سرجم کرده است که با کدام سبب ناراحت و دلشکسته شدند. مؤسس آن منی هرناندز مربی از لس آنجلس آدم را به تحریر کردن شیوه زندگیشان تشویق می کند. به باور من فریادزنی یک راه بسیار سالم دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود. فکر تأسیس محفل ماه ایون در یک لحظه تنگ زندگی خود هرناندز ایجاد شده است. یک روز مشکلی بود. با دوست دخترم از نزد ساحل دریا می گذشتیم. بعد گفتم می خواهی به سوی آب دادزنی؟ گفت می خواهم. رفتیم. هرناندز گفت همین حالت او را به فکر ایجاد همین محفل تکان داد. در ساحل چند نفر دیگر هم بود و من به آنها گفتم که حالا ما می‌خواهیم به سوی آب داد بزنیم، عذر که شما را ناراحت می‌کنیم. آنها هم گفتند بله ما هم همراه می‌شویم. ویها هم آماده با ما فغان کردند و من به دوست دخترم گفتم به فکرم این همان کاری است که ما و تو باید راه اندازی کنیم. همین گونه محفل فریادزنی هم بنیاد شد. شمار شرکت‌داران محفل هر یک شنبه تا رفت بیشتر می‌شود. پیش از هر دادزنی گروهی جمع آمدگان اول نفس کشی درست را مشق کرده، بعداً 3 دفعه با تمام نیرو فریاد میزنند. تصور کنید که ما مثل یک دیگ بسته هستیم. کورتیزولی که در جسم ما جمع می شود جای بیرون رفتن ندارد و در نتیجه می توانند مثل دیگ بسته زیر فشار افزاینده بهتر کرد. برای بعضی شرکت‌داران فریادزنی یک شیوه طبابت گردیده است. من باید از بعضی مشکلاتم آزاد شوم. از این رو همیشه به این محفل می آیم. بعد فریادزنی ها حالتم خوب و بسیار شاد می شوم. روبالکابا به این محفل نه تنها برای دادزنی می آید. اینجا با افراد می خورم که مشکلات زیادی دارند و هیچ کس دیگری را قضاوت نمی کند. مردم برای دلخالی کنی می آیند. هرناندز محفل خود را رهایی از استرس و فشار می نامد و امیدوار است که نفران زیادی به این محفل همراه می شوند. با امید اینکه هیچگاه ناراحت و عصبانی نباشید، بینندگان ارجمند، این نشر برنامه اخبار آزادی به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم می توانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهم بودید، می توانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه آزادی.org است. خدا نگهبان.